سلام علیکم دوستان عزیز، آرزو دارم که جور صحتمند سرحال باشین. امروز دیگه آمدیم صبح جمعه است. همراه استاد محترم تمرین شروع کردیم بخیر دیگه. حال پس تمرین خلاص شد، میریم طرف خانه دیگه. استاد محترم در شیرجان کدام گفتنی داره؟ در شیرجان کدام گفتنی داره؟ هم گفتنیشون بگه. سلام علیکم استاد، خوب هستین؟ بخیر هستین ان شاء الله. امی دکتر صاحب خدشان آمدیم امروز در تمرین ان شاء الله. یک چیز یعنی یک انسان تشویق کنه، یعنی زود یاد بگیره. خوب است ان شاء الله. از خاطر امی آمدیم نمیشه در تمرین. امی تمرین هم خلاص شد، میریم حالی سن خانه ان شاء الله. امی خواهش میکنم از شما، امی استاد ما را تشویق نمیکنین، امی گپای منفی هم نزنین، چرا که هم برادر ما دکتر صاحب یعنی شوق میله داره و ما آمدیم هم از دور جای آمدیم از خاطر یک چیز. استاد بیچاره دیگه گل صبح اینا چند کیلومتر راه دور آمده برای تشویق میکنه. تشویق میکنیم یاد بگیریم. بخیر ان شاء الله یاد میگیریم. یا ان شاء الله دعایتان باشه یاد میگیریم. استاد شیر ما این تو از خود خواهش میکنیم که ما در هر جای در هر محفل در هر جای یاد نکو، گپ منفی نزن که سر روی ما بد تاثیر میکنه. بخیر باشید.